دوستان عزیز، خوش آمدید به چینل ما. امیدوارم حال همه شما خوب باشد. در این ویدیو قرار است درباره کریپتو صحبت کنیم و نکات مفید را با شما شریک بسازم. اگر هنوز چینل ما را سابسکرایب نکرده اید، حتما سابسکرایب کنید و زنگوله را هم فعال نمایید تا ویدیوهای جدید را از دست ندهید. پس تا آخر ویدیو با ما همراه باشید. میریم سراغ درس. درس امروز ما است کریپتو. یعنی what is کریپتو چیست؟ کریپتو تریدینگ یا معامله‌گری رمز ارز به زبان ساده یعنی خرید و فروش ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین و اتریوم و غیره. در این بازار معامله‌گران تلاش می‌کنند یک رمز ارز را در قیمت پایین بخرند و در قیمت بالاتر بفروشند یا برعکس در بازارهای دو طرفه از ریزش قیمت ها سود بگیرند. کریپتو تریدینگ چگونه کار می‌کند؟ تریدینگ معمولاً از طریق صرافی‌های ارز دیجیتال مانند بایننس، کوکوین یا صرافی‌های معتبر داخلی انجام می‌شود. معامله‌گران برای پیش‌بینی حرکات قیمت‌ها از دو ابزار اصلی استفاده می‌کنند. اول، تکنیکال انالایز یعنی تحلیل تکنیکال و دوم فاندامنتال انالایز یعنی تحلیل فاندامنتال یا بنیادی. این دو روش است که تریدرهای معمولاً استفاده می‌کنند از این دو روش. تکنیکال انالایزیس، فاندامنتال انالایزیس. حالا میایم تکنیکال انالایزیس چیست؟ تحلیل تکنیکال بررسی نمودار قیمت‌ها، حجم معاملات و استفاده از شاخص‌های ریاضی یا ایندیکاتورها. یعنی این تکنیکال انالایزیس از طریق خود تریدر انجام می‌شود. و تحلیل فاندامنتال انالایزیس چیست؟ فاندامنتال انالایزیس این است، یعنی بررسی اخبار، رویدادها، تیم توسعه دهنده پروژه، فناوری پشت آن، رمز ارز و وضعیت کل اقتصادی جهان را ما بررسی می‌کنیم از طریق گوگل یا از طریق یک بروزر دیگه استفاده می‌کنیم مثلا. و از همه مهمتر با ما چی است؟ تحلیل تکنیکال یعنی تکنیکال انالایزیس. و این تکنیکال انالایزیس هم چند نقاط مهم دارد. مثلا اولش کندل استیک، دومش هم از ترند و سومش هم از سپورت و رزिस्टेंस سپورت و رزिस्टेंस و چهارمش هم از ایندیکاتورز و پنجمش هم از FVG مخفف یعنی fair value gap. ششمش هم از order block. هفتمش از liquidity. هشتمش هم از double top یا هم double bottom. نهمش از volume و دهمش هم از app management. که ما این تحلیل تکنیکال را در کجا میتونیم پیش بینی کنیم؟ برای این شما نیاز دارین بروید با پلی استور یا سرچ بار بیاین سرچ کنین تریدینگ ویو. این هستون. این را که دانلود کردید و این را اوپن کنید، باز کنید. این را که باز کردید اول با شما این صفحه میآید. ما که از این صفحه کار نداریم، میرویم سراغ پایینی دوم چارت. این را که زدیم این توی یک صفحه برای ما نمایش میدهد. این صفحه ماست و اینجا میایم سراغ درس خود. اینجا درس ما بود کندلستیک چیست؟ یعنی این یک کندل و این هم کندل دیگری. کندلستیک یه همان نمودار شمی محبوب ترین روش برای نمایش تغییرات قیمت یک دارایی. این روش قرنها پیش توسط برونفروشان ژاپنی اختراع شد تا روند بازار را پیش بینی کند و امروز زبان مشترک تمام تریدرهای دنیا است. هر کندل از دو بخش اصلی تشکیل شده است. بخش اولش بدنه یا بادی که میگن این بخش است. این بخش کلش بدنه یا بادی است که بخش ضخیم و وسط است. و بخش دومش هم بخش سایه یا شادو یا ویک بهش میگن که این بخش ترید است. این بخش کندل است. این بخش کندل است.
این بخش وسط زخم کندل است و اینم شادو یا اموی که سایه‌اش است. و ما دو رقم کندل در بازار داریم. یک رقم کندل سعودی در بازار داریم و یک کندل نزولی. کندل سبز که می‌بینید کندل سبز است. این کندل به نام سعودی یاد می‌شود و کندل سرخ هم در بازار به نام نزولی یاد می‌شود. هر جایی که شما دیدین کندل سرخ بود اون نزولی است، یعنی بازار طرفی پایین روان است. و هر جایی که شما دیدین کندل سبز است یعنی سعودی است، یعنی شما می‌توانید پیش بینی کنید که کندل طرف بالا یا سعود روان است. حالا بریم سراغ چارت. در چارت با شما نشان می‌دهم. این هم از چارت ما. من گفتم که با شما هر جایی که شما کندل سبز دیدین یعنی قیمت بالا روان است. این مثلا این اینجا ببینین این قیمت بالا رفته، این تا اینجا آمده. پس از او چند کندل سرخ ایجاد یافته و قیمت را آورده پایین. من این اینجا این را هم میگه کندل ستیک. یا هم بیایم این جای دیگر این اینجا قیمت رفته سبز شده داده تا قیمت رو اینجا آوردن کندل. بعد از او کندل سرخ گشته یعنی نزولی شده رفت آماده ما تا این اینجای بازار آورد. خب دوستای عزیز، آیا در ذهن شما این سوال پیدا شده که این کندل ها چی وقت بالا میره و چی وقت پس پایین میاد؟ این را هم انشالله در درس های آینده خواهیم خواند.